کاملترین دوره آموزش افتر افکت به صورت پروژه محور و مخصوص بازار کار، فقط در 45 قسمت. سلام دوستان، وریا احمدی هستم و اینجا تو بید آکادمی. کسایی که میخوان تولید محتوا کنن، وارد عرصه تبلیغات مجازی بشن، موزیک ویدیو ادیت بزنن، تیزرهای تبلیغاتی رئال و موشن گرافیک و انیمیشن‌های دو بعدی شبیه دیرین بسازن، جلوه‌های ویژه مثل حذف پرده سبز، ترکینگ کردن، کامپوزیت کردن رو یاد بگیرن، بهتون تبریک میگم، چون قراره تو این دوره در نرم افزار افتر افکت همش رو یاد بگیریم. و از همه مهمتر، برخلاف دیگر دوره‌ها و آموزش‌های موجود در اینترنت، من این نرم افزار رو کامل پوشش میدم، اونم به صورت پروژه محور و مخصوص بازار کار. و برخلاف دیگر اساتید الکی فیلم ها رو کش نمیارم و در خلاصه ترین حالت در کمترین زمان با کیفیت آموزش میبینی. نرم افزار افتر افکت یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای ادیت ویدیو و جلوه های ویژه است که محصول شرکت ادوبی و از سال 1993 منتشر شده و هر ساله با آپدیت هایی که داشته کلی پیشرفت کرده. چون این نرم افزار سنگینه، حداقل مشخصات سیستمی که میخواد رم 8 گیگابایت، حداقل سی پی یو که میخواد، کرایتری نسل 6 به بالا باشه، هاردت هم حتما SSD باشه و البته که سی پی یو و جی پی یو هر چقدر قوی‌تر بهتر. این روزا بازار کار ادیت ویدیو و تولید محتوا خیلی داغه و اگه این نرم افزار خوب یاد بگیری میتونی یه عالمه پول ازش در بیاری. من تضمینی بهت یاد میدم، ولی اگه نتونی کار پیدا کنی خودم بهت پروژه میدم. فقط 2 تا شرط داره. اولی اینکه همه 45 قسمت آموزش رو به ترتیب ببینید و همه مطالب رو اصولی یاد بگیرید. تنبلی نداریم بگی این به کارم نمیاد از این قسمت بپری به اون قسمت. دومی اینکه در هر قسمت تمرین پروژه بهتون میدم. سعی کنین به صورت عملی حتما خودتون انجام بدید تا کامل یاد بگیرید. پس فقط دیدن فیلم‌ها کافی نیست و تمرین کردن شما مهمترین بخش کاره. اگرم هر سوالی داشتید میتونید کامنت کنید. دوستان، من واسه درست کردن این ویدیوها خیلی وقت میذارم. لطفاً جهت حمایت کانال من رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون بهم انرژی بدید که ادامه بدم. با تو بید آکادمی موفق باشید.